جست و خیز قرب دلار در نسبت سامانه طی روزهای اخیر تاجران و بازار تاجیکستان را در حالت شاک قرار داده است. تاجران انتظاری به اعتدال آمدن قرب دلار هستند و تا این زمان از واردات مال و محصولات از خارج کشور خودداری می‌ورزند. برای تاجران دانستن ایستگاه آخرین دلار خیلی مهم است، چون که آنها در تکیه به نرخ دلار تجارت خود را به راه مانده سود و زیانش را حساب می‌کنند. در حالی که تاجران انتظار معتدل شدن قرب دلار و به اصطلاح بادی مساعد برای پیشبرد تجارت هستند، در بازار داخل کشور کمبودی برخی از محصولات نیاز مردم و رفع‌های نیمه خالی دکان‌ها به مشاهده می‌رسد. حین تهیه این گزارش ما به مرکز تجارتی رودکی پلازا در مرکز دوشنبه سر زدیم. آشیانه‌های دوم و سوم این مرکز که قبلا دکان‌های زیاد داشت و پرخریدار بود، امروز ساکت و خاموش به نظر می‌رسیدند. اکثریت دکان‌های فروش آرایشات زنانه، شامپو و صابون و جواهرات فعال نبودند و رسته و رفع‌های آن خالی به نظر می‌رسیدند. در برخی از دیگر محل‌های دوشنبه فروشگاه‌های خرد و میانه در خود را برای مشتریانشان کاملا بستند. مالکان این فروشگاه‌ها میگویند درآمدی که از تجارتشان به دست می‌آورند خراجات کرایه بنا، انداز و دیگر پرداخت‌ها را روی پوش نمی‌کند. در راسته دکان و فروشگاه‌های محلی عینی که با نام ژیل مسیف معروف است، از 5 فروشگاه میانه خوراکواری و دیگر محصولات نیاز مردم ما در 3 تاش را بسته دریافتیم. مالک یکی از این دکان‌ها که نخواست نامش برده شود گفت حتی استحصال کنندگان داخلی نیز محصولات خود را به دلار می‌فروشند و در شرایطی که قیمت دلار هر روز بالا می‌رود آنها زیان می‌بینند. ضمن کاهش واردات مال از سوی تاجران به بازارهای کشور الکی در آمار رسمی نیز بازتاب یافته است. بنابر آمار آخرینه که از خدمات گمرک به رادیو آزادی گفتند، در 9 ماه سال جاری از خارج به کشور در حجم 2 میلیارد و 475 میلیون دلار محصولات وارد شده است که در قیاس با همین دوره سال گذشته 691 میلیون دلار کمتر است.